أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الارض فراشا، آن ذات عظیمی که گردانید برای شما زمین را فرشا صالح برای زندگی. آن خدایی که خلق کرد زمین را فرشا صالح برای زندگی، نه پایینت میبره، سخت نیست و نه تو سخت سنگاره که چیز دو کشت کرده نشه. در اختیار خودت تکاو جور میکنی در بینش، گندم دو میکاری، جو دو میکاری، هر چی که دلت است. فراشن و سماع بناءن، و آسمان را چی ساخت؟ سخت ساخت. الله آسمان را چپ ساخت دارد. خب زمین بر ما فرش شد، هر آنچه که ما میخوایم بر ما میدهد. آسمان را الله بر ما چی کرد؟ چپ ساخت. ببینیم که در اینجا ما نشستیم، چپ در حقیقت ما را از چی نگاه میکنه؟ از باران، از برق، از خنک و از آفتاب سوزان نگاه ما میکنه. الله امیر رقم آسمان بر ما ساخت، طبقات اتمسفر بر ما پیدا کرد، شعله های آفتاب هنگامی که به ما میوزد این را الله جل جلاله فیلترش میکنه. اگر مستقیم به ما بوزد ما در میده و دیگه ما سیاه میشیم، دیگه زندگی کردن نمیداریم. خداوند متعال طبقات چرا این قرار داد؟ بخاطر که ما در محفظه قرار بگیریم. این را کی ساخت؟ کدام ماشین ها؟ کی نگهدارنده ای است؟ کی در اختیار ما این را قرار داده؟ الله قرار داده. از این خاطر ایت یک کار بزرگ خدا بار کرده، امور عبادت بکن. آسمان بر چت ساخت، زمین بر فرش ساخت. باز غیر خدا رو چرا چیک میزنیم؟ غیر خدا رو چرا عبادت میکنیم؟ و السماء بناء و انزل من السماء، این کار دیگر هم میشسته که این در عقل ما نمیگذره. ما که چت جور میکنیم دیگه بالا زور ما نمیره، دیگه از این چت استفاده کردن نمیکنیم. چتی که خدا برای ما ساخته از دیگر هم استفاده میشه. و انزل من السماء ماء، از این چت باز آب بر کوی میکنه. ما خود این چت دیگه چیز کردن نمیکنیم، ثابت است. الله از این چت باز بر ما آب نازل میکنه. این تو آبی که مایه حیات ما شماست. فاخرج به من الثمرات، پس بیرون آورد با واسطه امی آب من الثمرات، میوه های گوناگون را، میوه های گوناگون را بر ما شما بیرون آورد. در قرآن کریم آب که ذکر می شود تقریبا 63 مرتبه کلمه ذکر شده. آب آسمان، مطلق آب، آب جنت، آبی که با واسطه از یک کائنات از او تکوین یافته، آب دوزخ. این به این عناوین ما آب پیدا کرده میکنیم. الله می فرماید که فاخرج به من الثمرات، پس بیرون آورد با واسطه از این آب را. چرا؟ رزق لکم، رزق برای شما. رزق لکم، آنچه که شما بهره‌مندی از اون میکنید. یک چیز بر پیدا کرد که از او تو بهره میگیری، از او فایده میگیری. نتیجه چی شد؟ فلا تجعلوا لله، پس قرار ندهید به الله اندادن همتایان را. و انتم تعلمون، شما خب میدونید که دیگه هیچ کاری دیگه کس این کار را کردن نمیتونه. نتیجه از که او خدا هم پیدا کرد، هم وسیله بقای شما را جور کرد. فلا تجعلوا لله، نتیجه از این شد که پس قرار ندهید مر خدا را اندادن همتایان را دیگه به الله دیگه نسیز نکن. باز دیگه لات و عزات و منات و اوزو فرد و دیگه بعد از باز کسای دیگر را صلاحیت ازیده ندی که این با خدا شریک است، این هم یک چیزی است. استغفر الله، مخلوق است، مخلوق در جای خدا جای ندید. و انتم تعلمون، این را شما میگم یک بار متوجه شد کدام کارم مخلوق میکنه. یک موی کس دیگر پیدا کرده، اما کاری که دیگر کس کرده همون چی است؟ هیچ کار کردن نمیتونه. باور ما بر نیست. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این پیام از کجا گرفتیم؟ با عزت، با این عظمت که انسان یک بار مالامال دلش مطمئن میشه به خدای عظیم و مسلط الحی القیوم، با خوش میشید. به خاطر چی؟ که خدا این عقیده رو به واسطه قرآن برای ما شما داده. از این خاطر میگه که این قرآن از زیاد مطالعه بکن، به زیاد رو بیار که و دیگه شک هم نکن. اگر شک داری برو قرآن هم مانند قرآن جور کرده میدونی، مانند نظام از جور کرده میدونی. نه و این کنتم فی ریب مما نزلنا، صداقت پیامبر را بیان میکند، صداقت قرآن را بیان میکند. و این کنتم فی ریب، اگر شما در شک هستید، مما نزلنا، از آن پیام و کتابی که ما نازل کردیم علی عبدنا بر بنده خود، فأتوا بسورة من مثله، پس اتیان بکنید، آمدن بکنید به سوره من مثله، مانند از قرآن.
و دو شهداءکم و فراخوانید گواهانتان را، معبودانتان را، دوستانتان را، انصارتان را، من دون الله بجز خدا ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستین در قولتان که لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما بخوایم چه تو قرآن جور کردن میتونیم. در قرآن کریم به خاطر عظمت قرآن همیشه تحدی میده، مبارزه طلبی میکند و این مبارزات قرآن کریم در قرآن کریم 4 نوع بیان شدن. اول تحدی در مکه مکرمه صورت گرفته، طوری که در آیه 88 سوره مبارکه اسراء پاره 15 یک بار بکشین. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. قل بگو ای پیغمبر، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انس و جن یک جا شوند، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، که آمدن بکنه به همانند از قرآن، لا یأتون بمثله، هرگز آوردن نمیتوانند به مانند قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچه بعضشون با بعض دیگر کمک بکنند. انس و جنس یک طرفه شد، پروفیسرها کلشان یک جا شوند، همانند قرآن بیارن آوردن نمیتوانند. این تحدی در مکه مکرمه داد. در چه وقت داد؟ وقتی که مشرکین قوی بودند. طبیعی کسی قوی بوده باشد، کسی نمیترسه، با زود مقابله میکند. در دنیا تثبیت نشده که مانند قرآن کسی گفته باشه که من میارمش. چون سکوت کردن، زیرا میفهمیدن اهل زبان و اهل علم بودن که مشکل است که مانند زیر بیاره. روز رواج در عربایی بود که هر کس همین شعر فصیح خود را در امروز چوکات بلند یا پیچه قائم میکرد. مکه مکرمه در خانه خدا هر کس که میومد شعر را میخواند، هر بعضی که در بلیغتر جمله را یا شعر را پیدا میکرد با او را میکند، عوضش از خود نصب میکرد. این عادت بود. برایت حضرت عبدالله بن مسعود سوره کوثر را در اونجا میزند. فصحای عرب میان که میبینند میخوانند ما هذا قول البشر، یک قول بشر نیست، وقتی که در کوی میشود هیچ کس نتوانست او را بکنه، زیرا بدیلی برش نداشت که برش بده، بدیلی برش نداشت. یعنی مشرکین عرب عاجز آمدن در مکه مکرمه که هم مانند قرآن عرضه بکنند. یک تحدی در مکه. تحدی دوم یا مقابله دوم آن او هم در مکه صورت گرفته. در آیه 13 و 14 سوره مبارکه هود پاره 19 را یک بار بکشیم. در اوجا قرآن کریم اشاره می‌کند. هود پاره 19 11 میاد که ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. ام یقولون، ای مردم میگوین یا بل یقولون، بلکه میگوین که افتراه و قرآن خود محمد جور کرده. قل بگو ای محمد فأتوا بعشر صور مثله مفتریات، پس آمدن بکنیم بعد سوره از قرآن ماننده که حضرت محمد جور کرده اگر راستگو هستین. نه تنه که وادعوا من استطعتم، فرا بخوانم اعوانتان را، هر کسی که زورت میکشد یک کمیسیون داخلش بکن، من دون الله بجز خدا ان کنتم صادقین، اگر راستگو هستین. هر کسی که میخواین بریم دست درجه اوجا مثل قرآن بود، کل قرآن لیجه چی شد؟ تنزیل کرد که آدم بیاره. تحدی دیگر به یک صورت و او را قرآن کریم او هم در مکه است. دو تحدی در مکه مکرمه، سوم هم در مکه مکرمه است. الله جل جلاله در سوره یونس آیه 38 دوجه الله اشاره میکند. پاره 11 هم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. هم یقولون، آیا میگویند افتراه که ایره محمد جور کرده از جان خود؟ قل بگو برشان که در صورتی که محمد جور کرده باشه خود فأتوا بسورة مثله، یک سوره را مانند از قرآن بیارید. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیت. فأتوا، پس اتیان بکنید بسورة مثله، با یک سوره مانند قرآن. وادعوا من استطعتم، آیا برن بخوانید
هر کسی که توان دارید من دون الله بغیر خدا، باز هم کسی نتوانست. چهارم تحدی در مدینه منوره صورت گرفته که آیه تلاوت شده است، یعنی آخرین تحدیث که قرآن کریم میدهد. و این کنتم فی ریب، اگر شما در شک هستین، مما نزلنا علی عبدنا، از پیامی که ما بر بنده خود نازل کردیم، فأتوا بصورت، پس اتیان بکنید، آمدن بکنید، بصورت، به یک سوره‌ای که من مثله، من زائده است، مثله همانند قرآن، همانند قرآن یک سوره را دارد. وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، و فراخوانید اعوانتان را. شهداءکم به معنی اعوان، پروفیسورایتان را جمع بکنید، کلی پوهنتونا سرش کار بود. شهداءکم انصارکم، مددگارانتان را از تمام ادیان جمع بکنید. امام فرا میگه شهداءکم به معنی آلهتکم، همین بتایتان کرد او را بگو که آواز برش بکنید. بعض علما میگه که شهداءکم علماءکم، علمایتان را فرا بخوانید، من دون الله بجز خدا، این کنتم صادقین، اگر در سخن خود راستگو هستید. این سخن آخر کس میگه لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ما بخوایم این رقم جور کردن میتونیم، برو دیگه جورش کن. فإن لم تفعلوا، پس اگر نکردید چون این مقابله را، ولن تفعلوا، و هرگز در زمانهای بعدی هم کردن نمیتونید. فإن لم تفعلوا فيما مضى، در قرون گذشته خود نتونستید، ولن تفعلوا، در قرون بعدی همین کار کردن نمیتونید و با وصف دوبای قرآن مخالفت میکنید. فاتقوا النار التي، تخویف اخروی میدهد، فاتقوا النار التي، پس بدرسید از آتشی که وقودها الناس، در گرانش انسان است، انسان ظالم، انسانی که مسیر و حق خود را نمیداند تا کجا هست. والحجاره، و سنگها، اعدت للکافرین، آماده شده است برای منکران. باز از او آتش بترسیم که در گرانش انسان است. کدام انسان؟ او انسانی که پیشانی با عظمت خود را بغیر خدا پایین میکنه. و انسان باید بسوزد. خدای عظیم است که ارگاه سجده میکنه وجود مطمئن میشاد، آرام میشاد. این انسان برود به انسان سجده بکند، این انسان برود به گاو سجده بکنه، این انسان برود به بت سجده بکند. چطور خدایی را عزت میدهد؟ از این خاطر است که پس بترسید از آتشی که در گرانش چنین انسانهای نابکار هستند. والحجاره، و همون معبودای سنگی شماست، اون معبودایی که هیچ کاری کردن نمیتونن، هم در آتش میزدن ولی چیزی کردن نمیتونن. والحجاره، یک خود در گران آتش. اعدت للکافرین، آماده شده است برای منکران. برای منکران کافر، دیقان کافر میگوید، به خاطر که میپوشاند امود تخمه را زیر خاک خود. دیجا کافر کسی است که عقاید صحیح را فوت میکنه، عقاید باورهای درست را سرش خاک مندازه، میگه هیچ خبر ندارم. و بشیر الذین، هرگاه قرآن کریم عرفش ایست که یک طبقه را که ذکر میکنه خامخا به طبقه دیگر اشاره میکنه. این عرف قرآن کریم است. لوجو تخویف داد ولی بشارت میدهد برش. و بشیر الذین آمنوا، مجدبتی با آنانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردند، ان لهم جنات تجری، مریشان را باغ‌هایی که میرود من تحت الانهار، از زیر اشجار آن الانهار، و جویها و آب. کلما رزقوا، هرگاه داده شوند منها، از این نعمتهای گوناگون، من ثمرة، از میوهش، رزقا، چیزی برای بهره گیری و فایده، قالوا، میگن هذا الذی رزقنا، چیزی که ما از او پیشتر فایده گرفتیم و او را خوردیم، من قبل و پیش از آن. و اوتوا به متشابها، آورده شوند به آن رنگارنگ، هم نوع. و لهم فیها ازواج مطهرة، و مریشان را باشد همسران پاکیزه، و هم فیها خالدون، و ایشان همیشه و جاوید در اینجا باشند. اولی که مجده بینی و بشر الذین آمنوا، مجده بده با آنانی که ایمان آوردند. ایمان به معنای باور صحیح مطابق به ارزش‌هایی که دین عنوان کرده. باورها را از خود جور نکنه. ایمان چی است؟ سلسله ارزش‌های است، باورهایی است که قرآن و حدیث بر ما شما چی کرده؟ بیان کرده. از خود باورها را جور نمی‌کنه، از خود ایمانها را جور نمی‌کنه. یک موضوع. ایمان به خدا، ایمان به پیغمبرها، ایمان به کتابها، ایمان به ملائک، ایمان به روز آخرت، ایمان به حشر و نشر. این ایمان رو وقتی که می‌بینیم
در رابطه به الله چی رقم می شود؟ خدا را به وحدانیتش قبول کردن. الله واحد ولا شریک است. در چی؟ در توحید ربوبیتش. الله در ربوبیت واحد است. معنی که خدا آفریدگار است، خدا تربیت کننده است، خدا روزی دهنده است، خدا عزت دهنده است، خدا ذلت دهنده است، الله مرض دهنده است، الله شفا دهنده است. یک باور. این کار را هیچ کسی کردن نمیتونه جز الله. یک باور ما. توحید الوهیت که خدا را در عبادتش یکا و یگانه بدانیم. هرگاه کل تربیت را ذمه‌واریش الله کرد، عبادت هم به الله کرده می شود. پس ما غیر خدا را در عبادت شریک نمی کنیم. غیر خدا که شریک شد شرک می شود و الله عبادت قبول نمی کنه. چرا؟ الله می فرماید انا اغنى الشرکاء عن الشرک. ما غنی‌ترین شرکا از شرک هستم. ما شما که زور ما نمیکرد دیگر را با خود شریک بکی کارا بکنیم. الله میگه من با شریک ضرورت ندارم. هر کسی که با ما کسی دیگر را شریک کرد ترکته و شرکه، ما او عمل شرکی را و او را هم به شریک خود میتونم. کسی گفت از خدا و فلانه باشد، الله میگه از من با فلانه باشد. زیرا ما غنی هستم از دیگر، برو پاداشت از اون نفر بگیر. بنان توحید الوهیت یعنی چی؟ که خدای عظیم را در عبادت تنها بگردانیم. نماز، روزی، روزه، نماز خود، خیرات خود، صدقات خود، نذر خود، دعای خود را به یک الله بکنیم. این معنای توحید الوهیت. توحید اسما و صفات که خدا را در نامهایش و در صفاتش واحد بگردانیم. از خود به خدا نام نمیمانیم و نامی که خدا و پیامبر گفته او را ما نفی نکنیم، نه تعطیل میکنیم نه تشبیه میکنیم، نه از خود به خدا نام میمانیم ولو که بعض نام خوش ما بیاید. معنا گپی که ما نمیتونیم بگیم که خدا چقدر خوب انجینر است، الله چقدر خوب دکتر است. اعاذ الله. چرا؟ اسمای خدا و صفات خدا توقیفی است. ما از خود به خدا نام نمیمانیم. هرگاه نام را خدا گفته باشد ما اون نام را رد نمیکنیم ولو که نفهمیم. ید الله، دست خدا. ما دست به قدرت را ترجمه نمیکنیم قدرت خدا. پس چی میگیم که تمام علی خوب شأنی طوری که به الله زیبنده است، طوری که به الله زیبنده است. ما اگه دستش نمیدن دی تفسیر نمیدیم. از صلاحیت ما بلندتر است، از صلاحیت ما بلندتر است. الرحمن علی العرش استوى. به الله زیبنده است. چی رقم که به الله زیبنده باشد؟ ما اینو تعطیل هم نمیکنیم تشبیه هم نمیکنیم. بنان توحید اسما و صفاتی که با خدا اون نامایی که گفته خدا و پیغمبر او را ثابت نگه میداریم، او را یاد میکنیم. از جان خود نه به خدا صفت قائل میشیم و نه به خدا نام میمانیم. مژده به این تو یک انسان بده که خدا را به این شکل شناخته باشه که خدا واحد ولا شریک است در توحید ربوبیت، در توحید الوهیت، در توحید اسما و صفات. بعد و عمل الصالحات در پرتو از این عقیده گوهربارش چی میکند؟ عمل میکند. و عمل الصالحات. عمل صالح ما تو جور کردن نمیتونیم. من نمیتونم که یک عمل بگم صالح است. تو گفته نمیتونی، مولوی صاحب گفته نمیتونه، پروفسور صاحب گفته نمیتونه، پارلمان گفته نمیتونه، رئیس جمهور گفته نمیتونه. عمل صالح کدام عمل است؟ او مطابق به شریعت خدا بوده باشه، مطابق به سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باشه. بعد از این عمل چی میشه؟ صالح میشه. غیر از صالح نیست. ما آذان میگوییم، در آخرش میگم لا اله الا الله، آذان ختم میشود. یک مؤذن بگوید محمد رسول الله چیخ بزند با وصفی که محمد رسول الله جزء ایمان ماست. خب امیره که گفت امیر قبول نمیشود. چرا؟ برخلاف طریقه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. الله این قبول نمیکند. ما نماز صبحی را 2 رکعت میکنیم، هر کس 10 رکعت کن الله قبولش نمیکنه با وصفی که سجده است، با وصفی که قرائت است. در اینجا ما 2 سجده در نماز میکنیم. هرگاه 2 سجده ما 3 سجده شد، اگر قصدی بود نماز خراب است و باطل است، اگر سهوی بود 2 سجده سهوی دیگه باید بکنی که 4 پیش غلط شده. بنان عمل صالح چی است؟ و عملی که مطابق با شریعت خدا بوده باشد. چیزی که مطابق با شریعت خدا نبوده باشد ولو که تمام روز ملاصقه بگه که دعا بکنیم خدای خیرات قبول بکنه، خدای خیرات قبول بکن، الله قبولش نمیکنه. به خاطر که پیغمبر چنین کار نکرده. پیغمبر چنین کار بر تو تشویق نکرده که توی کار بکن. صحیح شد؟ و عمل الصالحات و کارها را مطابق به طریقه پیغمبر خدا علیه السلام انجام بدهد.
ان لهم جنات، خاص به امی طبقه با خاص. کدام باغ؟ تجری من تحت الانهار، که می رود زیر درختان آن آب، جویها می رود. این جویها باز متفاوت است، جوی عسل است، جوی شیر است، جوی آب است، در آبش باز مختلف است. این یک چیزا را الله برد میدهد. کلما رزقوا، هرگاه داده شود منها از امی جنات، از امی باغها، من ثمرة، یک شی بهره برش داده شود از میوهش، رزقا، به خاطر بهره گیری. قالوا بین هذا الذی رزقنا، او چیزی که ما قبلا فایده گرفتیم از او را استفاده کردیم. و اوتوا به متشابه، آورده شود رنگارنگ برش، هم قطار هم نوع. یکی از اوقات بود کسی رفته بود از این وطن ما، کدام جای بسیار نان خوب خورده بود، رنگ قطعه‌های عجیب و غریبه. پس آمد بازوجا خواهی یک چیز را ما 14 میگیم، یک مردم میشنه رفته و دیگه بی سفیده هسته کلگی دیگه، باز یکان کس شیرگوز میکنه، یکان و قصه میکنه. بازی قصه کرد که فلانه جا رفتم صاحب این تو نان داد، این تو نان، کلگی اکو پکو دن کالگی رقم نان ساد. باز گو بیدر چی رقم مزه میکرد؟ گفت صاحب تو مزه میکرد که باز یک چند نام رو نانم مردم نخورده بودن دیگه، نامش بلد نبودن، بلخ نشد. شد زد که باید ایت یک چیزی را بود که مردم را زیاد دوست داشته باشد و خوب بفهمد لذت از را. صاحب تو مزه میکرد مثل توت واره. امو توت خوبترین چیز بود دیگه، امو را برش نام نشان داد. اجزا در قرآن کریم که جنات یاد میشود، همین چیزا را ما شما دیدیم الله ای را بر ما عنوان میکند، همین را بر ما عنوان میکند. ورنه در اصلش در جنت چیزی که لا ما عین رأت، چشم او را ندیده، ولا اذن سمعت، گوش او را نشنیده، ولا خطر علی قلب احد، و دل کسی هم این رقم چیز نگذاشته. این تعبیرات که قرآن بر ما میده که این تو چیز است دیگه، چی رقم است؟ از صلاحیت عقلی ما بلندتر است، از صلاحیت عقلی. و اوتوا به متشابه، هم رنگ و هم قواره برات میآید، حالا که باز غیر متشابه دیگه. جا باجی میگه با دیگر رقم نیست، نمازیشی رقم است. ولهم فیها ازواج مطهرة، و در این جنات همسران پاکیزه است، پاکیزه همسران، نه سرقار میکنه، نه سرقال مقال میکنه، نه یک چیز کم شود، هیچ چیز نمیکنه. و هم فیها خالدون، ایشان در آنجا همیشه میباشند، همیشه میباشند. مراد از همسران همین همسرای دنیا هم است، خودت فکر نکنن که یا رخصت میشوند. الله جل جلاله همسران دنیا را هم نسبت به حورالعین از نگاه منقبت، از نگاه حسن، از نگاه زیبایی، از نگاه همه چیز به مدارج بلند میکشند که شوهرایشان به این چشمشان خودت میشود و چشمای از اینها به شوهرانشان. بنان به این معنا نیست که اینها دور کرده میشود، بلکه الله بر اینها را من حیث امیر و صلاحیت دار خانوادهشان در جنت هم تعیین میکند، مثل که در دنیا هستند. انگامی که قرآن کریم در سوره مبارکه عنکبوت مثال داده، آنانی که به غیر خدا چیق میزنند و به غیر خدا پناه میبرند همانند خانه جولاگک است. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و سسترین خانه در خانه زندجانها خانه عنکبوت است. نه او را از خنک نگاه میکنه، نه از افتاو نگاهش میکنه، یک جنجالی است. این مثال که الله زد، بعد از باز مشرکین در عذابان خدا خلاص کرد. خدا را با او عظمتش سیکو، باز برای ما این رقم مثال جدا یکم میزند. یا خداوند متعال برای ما مثال بیان میکند از یک مگس. این گپا را که بلند کرد الله جل جلاله این آیه را نازل میکند و میفرماید که ان الله لا یستحیی، الله ترک نمیکند ان یضرب مثلا، از اینکه بزند برای شما یک مثال را برای برانگیختن فکرتان و عزتتان، ما بعودتن فما فوقها، به اندازه پشه فما فوقها، یا بلندتر از پشه در خصاصت، از اینکه کوچکتر بوده باشد یا در وجود. در آیات گذشته دلایل قاطع مبنی بر این که قرآن کلام خداست و این کتاب معجز خداست و آخرین پیام است که به ختم مرتبه صلی الله علیه و سلم نازل شده است. در اینجا دفع ایراد می‌پردازد که کافران درباره آن مطرح می‌کرد، درباره قرآن مطرحش می‌کرد و ایراد آنان همین بود که چرا در قرآن زنبور عسل آمده،
چرا در قرآن نام پشه آمده؟ چرا در قرآن نام عنکبوت آمده؟ چرا در قرآن کلمه مرچه آمده؟ الله جواب میدهد که ان الله لا یستحی، الله ترک نمی کند ما بعودتا فما فوقها، چی بند کوچکتر بوده باشد، یک مثال برای بیداری ذهنتان، و یا چی بزرگتر بوده باشد. ببینیم که ان یضرب به معنی یبینو هم می شود و ما زائده است. مثلا بعودتا فما فوقها، یعنی که یضربو به معنی یجعلو شود و بعودتا مفعول ثانی آن می شود. ان الله لا یستحی، حیا چی را میگد؟ انکسار یوجده الشخص لما یواجهه عند عمل یعاب. حیا چی را میگد؟ که یک انسان بشکند عاجز شود در مقابل یک عمل که او را و عمل را مردم بد میگوید.